درود ای دخت توران ای پری. بابای میگوید که پریزاده ای یا سیاوشی ها؟ من میگم سیاوش نیم نه پریزادگان. از ایرانم از شهری آزادگان، از ایران به جنگی گراز آمدم، بدین جشن توران فراز آمدم. در یک جای دیگر است هنگامی که یعنی که گرسیوز میآید به نزد بیژن و منیژه و میگوید که تو کیستی؟ و من میگویم که منم بیژن، بوری کشوادگان، سری پهلوانان و آزادگان. تو دانی نیاکان شاهی مرا، میان یلان پایگاهی مرا. اگر جنگ سازید من جنگ را، همیشه بشویم بخون جنگ را. زی تورانیان من بدین خنجرا، ببورم فراوان سران را سرا. ندارد کسی پوست بر من مگر، همه سری آید تنش رازی سر. وگر در جهان خیزد رستخیز، نبیند کسی پشت من در گریز. خب همین گونه است. با یک چند صحنه‌ای است که ما میتونیم با همراه هنرمندان و یعنی که پیشکش بیننده عزیز در حقیقت امروز باعث افتخار ما هنرمندان تئاتر ولایتی موسیقی مسکوی به نام عطا محمد جان شهر باختر است که در فستیوال آزمون جمهوری تئاترهای کسبی پرستو 2021 که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و 80 سالگی هنرپیشه خلقی تاجیکستان استاد عطا محمد جانов شادروان بخشیده شده بود. ما سزاوار جای دوم گردیدیم و این هم کار سهل و آسان نیست. در بین این قدر تئاترهای جمهوری سزاوار گردیدن با جایزه و دیپلمی که در این نزد ما است. هنرمندان تئاتر ما سزاوار گشتند و باید بگیم که نمایشنامه‌ای که ما پیشکشی تماشابینان گرداندیم دراماتورگ ملی داشت از روی شاهنامه ابوالقاسم فردوسی در تهیه کارگردان بهرام قربانزاده و در اینسینیروفکای جمعه قدوس روی صحنه آمد و همه هنرمندان جوان در این صحنه هنرنمایی میکردن. زیاده از 30 نفر هنرمندان ما در این نمایشنامه یعنی که نقش می آفریدند، چی در صحنه های عمومی چی در نقش های اساسی. همه سرجمانه نقش آفری میکردن. نقش های عمومی هم بودن لیکن همونها هم حرکت میکردن، تکاپو داشتن در هر صحنه ها یعنی که بند بودن. و واقعا هم چون تماشابینان تماشا کردن با همراه اعضای حکمان نمایشنامه ما را بسیار هم خوب پذیرفتند. کفکوبی های تمام اهل تالار به حساب بود. گلدسته ها با گلدسته ها ما رو بسیار هم پیشواز گرفتند و تبریک نیز نمودند و گفتند که چون این نمایشنامه تا حال چون فستیوال از 19 آغاز گردید برآمد هنرمندان تئاتر ما تاریخ 23 مای در روز جوانان برگزار گردید در تئاتر اکادمی لاهوتی و تا همون روز نمایشنامه ندیدند که مقبولشان بیاید و صد شکر که ما این سخنها رو از دهان آنها شنیدیم که چون یک نمایش خیلی هم خوب پر از تکاپو، پر از جوش و خروش، پر از حرکت ها، پر از زد و خورد، پر از انرژی بود و کارگردان نیز چون جوان بود بسیار هم زحمت ها کشیده است. بهرام قربانزاده با همراه ما هنرمندان شب و روزها کار میکردیم. روزهای وزینی بسیار بود چون در هر جا با هنرمندان ما نیز بند بودند. با زمین کوشش کردیم که همین صحنه رو آماده بسازیم و به انجام برسانیم. چون هنرمندان تئاتر ما اولین بار به شاهنامه دست زدند و در فستیوال آزمون پرستو 2021 با این شاهنامه اشتراک کردند و مخصوصاً که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بود. این برای ما هنرمندان یک شرف، یک افتخار خیلی هم بزرگ و گران است. چی موفق شدن در همین مسازار شدن جای دیگه خب مقصد آزمون چون دراماتورگی ملی بود، احیای دراماتورگی ملی و فکر میکنم که همین سری همین موفقیت هم در سرجمی ما هنرمندان و ساختن یک اثری دراماتورگی ملی داشته و این هم باشد از شاهنامه بی زوال فردوسی و قوه بزرگ و کاری زیادی کارگردان بود که با همراه ما هنرمندان یعنی که
شب روز تمرین میکردند و کوشش میکردند که همین نمایشنامه در سطح عالی بیاید. وقتی شما سخنان رو گفتید بیننده عزیز ما در تعجب است که چی که مثلا دیگر دراماتورگ دیگر مثلا نمایشنامه ها رو نه مخصوصا همین از اثر وزارت فدراسیون شاهنامه بیشتر منظورش انتخاب کردیم. خب چون هر 2 سال فستیوال آزمون پرستو برگزار میگردد، سال 2019 ما نمایشنامه داشتیم با نام کریم دیوانه که از روزگاری همین شاعری محبوب ملت هم قصه میکرد و این سال نیست، چون بعد از 2 سال دیگر ما یک چند نمایشنامه‌های زیاد روی صحنه آوردیم، لیکن چون فستیوال مقصد فستیوال یعنی که داشتن دراماتورگی ملی و اثری ملی تاجیکی باشد و ما همین شاهنامه فردوسی رو انتخاب کردیم و اشتراک کردیم. پیش از مثلا اشتراک کردن و برآمد کردن در صحنه از کمان اهل ایجاد مثلا هنرمندان شما با خود باور داشته که شما سازوار جای میگردید نه مثلا جای دیگه بله ما بسیار با خود باوری داشتیم، زیرا ما بسیار زحمت کشیدیم، ما بسیار کار کردیم، چون در فستیوال آزمون جمهوری اشتراک کردن دوری انتخابی در ولایت ختلان تشکیل شد. اعضای حکمان هر یک تئاترهایی که بود رفتند، چه در ولایت سوخت چه در ولایت ختلان، یعنی که در ولایت ختلان 4 تئاتر بود، از 4 تئاتر همه اسپکتاکل 4 اسپکتاکل تماشا کردند و طبق نظامنامه پرستو 2021 یعنی که از ولایت ختلان 4 تئاتر است، 2 تاش تماشا میکنن 2 تاش قبول میکنن، 4 تا را تماشا میکنن 4 نمایشنامه را، از اینها باید 2 تاش در جمهوری اشتراک کنند و خوشبختانه تئاتر ما در این فستیوال آزمون جمهوری راه خط گرفت و اعضای حکمان اومده در همین جا تماشا کردن، بسیار هم لذت بردن که گفتن که هم خیلی همین گونه نمایشنامه نیست، ما شما رو حتما که انتخاب میکنیم و ما نیز شاد گشتیم. از ولایت سوخت باشد 7 تئاتر است، از اونها 3 تئاترشون اشتراک کرد، از ما 2 تئاتر، تئاتر ما و تئاتر جمهوری دنقره. همین نمایشنامه بیژن و نمایشه رو اکثریت مردم ختلان زمین تماشا کردن، چون که پیش ما و نمایش بسیار می‌داشت و بسیار مقبول بود. معلوم است که در نقش اساسی خود شما بازی کرده. همین احساساتی که پیش از مثلا با صحنه پیش حضرت حکمان برآمدن از همون لحظه قصه کردن که چی گونه احساس شما خواهید کرد؟ راستی چون با اون تالاری که بود تالاری تئاتر اکادمی لاهوتی در اونجا ما اونقدر آشنا نبودیم، در اونجا ما خودمون رو کمترک بسیار به جای بیگانه بود با ما بسیار دشواری بود برای ما و میگفتیم که خدا چگونه میگذاشته باشد، برای که تالاری که ما داریم اکوستیکش بسیار زیبا است و در اونجا صدای ما پخش میشد، صدای ما برآورده نمی، ما هم قدر داد میزدیم در اون تالار بسیار ما رو خلل میرسانید. از همین خاطر ما بسیار همه هنرمندان در خجالت بودیم که صدای ما چگونه میبراید. خیلی خدا با شکر خوب برآمد، نه بلند بود نه میانه بود. نقشه های تئاتر شما در آینده چه هنرمندان در آینده چی نقشه ها دارید برای بیننده؟ خب ما در سال 2021 زیاده از 4 نمایشنامه برای تماشابینان باید تهیه بکنیم و یک نمایشنامه را که تهیه کردیم که با نام کیست گناهگار از روی اثر کاژیونیکوف، این نویسنده روس است و در تهیه و ترجمه قربان محمد شکوروف روی صحنه آمد و روزهای نزدیک به بیننده عزیز پیشکش می‌گردد و با یک چند نمایشنامه دیگر نمایشنامه‌های بچگانه داریم که اینها را روی صحنه بیاریم و پیشکش مخلصان بگردانیم. در برابر این تمام چهاربینی‌های ولایتی جمهوری و این چنین استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سال تاریخی است. هنرمندان ما در این چهاربینی‌های سیاسی و فرهنگی شرکت می‌ورزند. تشکر زیاد هیئت اجرایی روزنامه ختلان همین جایزه همین چی رو به نظر گرفته برای شما یک سپاسنامه تقدیم کردم که از نام سربهار روزنامه و از نام هیئت اجرایی عموما از نام کل کارمندان رو شما تقدیم می‌کنم. تشکر زیاد. این فیلمو باور کنید بسیار خرسند شدیم.
من فکر نکردم این شما آوردید برای ما. تشکر زیاد. ده عزیز ببیند که علاقه رسم‌های ما در این جایزه عکاسی شده است. اینجا هنگامی آمادگی است که پس از چند لحظه نمایشنامه ما روی صحنه پیشکش بیننده می‌گردد و این همان لحظه ای است که باز هم منیژه بیژن را دعوت بکند به کلبه خویش. تشکر زیاد. من اظهار سپاس و مینتداری خود را از نام خود، از نام کل هنرمندان تئاتر ولایتی موسیقی مسکوی به نام عطا محمد جان شهر باختر به روزنامه ختلان میرسانم، زیرا پیک شادی آمد که در همین روزهای نزدیک روزنامه ختلان یک برنامه‌های جالب را پیشکش بیننده عزیز میکنند، مخصوصا در کانال یوتیوب. من همین درک کردم، دیدم و گفتم که امروزه جوانان ما جوانان توانا هستند، جوانان سازنده هستند و می توانند برای آینده ملت چیزی کشف بکنند و توجه بی‌نهایت بزرگ جناب عالی هم برای ما جوانان این بسیار هم نظررس است و ما را آینده سازی وطن میگوید و ما کوشش میکنیم که با این گفته ها سزاوار باشیم و پیوسته ایجاد بکنیم برای خلق و ملت و وطن خویش صادقانه خدمت کرده باشیم. تشکر میکنم برای چنین یک احترام، برای قدردانی. تشکر. هنرمندان ما نمایشنامه‌های خوب و دیدنی را روی صحنه میارند و ما از تماشابین عزیز بسیار خواهش میکنم که به تئاتر بیایند، زیرا تئاتر تربیت کننده است، تئاتر ترغیبگری فرهنگ و تمدن ملت است و تئاتر آینه است، آینه زندگی. در تئاتر خود را میبینید، در تئاتر زندگی است، جوش است، خروش است، تپیش است، دیدن و شنیدن و گوش کردن و بازیدن ها است و خود را در دنیای تئاتر حس میکنید و مفتون میشوید، غذای معنوی میگیرید. واقعی تئاتر بسیار یک مکان مقدس است که در اینجا هنرمندان زندگی میکنند، زندگی مردم را نشان میدهند. در اینجا هنر جوش میزند، هنر چنان جوش میزند، سرود صدا میدهد، صدا با درد، با رنج، با محبت، با صمیمیت، هر آن چیزی که بگوییم از تئاتر ما با چشم سر میبینیم و شاد هم میشویم. دنیای تئاتر دیگر است. بیایید به تماشای تئاتر ما.